تلاش برای حفظ رابطه باید از جانب هر دو طرف باشد. زمانی که ما در رابطه‌ای برای بقای آن بیشتر از طرف مقابل تلاش می‌کنیم، تعادل رابطه به هم می‌خورد. هم ما خسته می‌شویم، هم او دچار سوء برداشت می‌شود. مهر ورزیدن و تلاش کردن برای رابطه‌های سالم مرز دارد. هیچ مهر ورزیدن زیادی تا الان نتوانسته رابطه ای را حفظ کند. رفتارهای ما با آدم‌هایی که با ما در رابطه هستند این اجازه را می‌دهد که آیا ما را نادیده بگیرند یا برای ما تلاش کنند. ما لایق داشتن آدم‌های صبور و همدل هستیم، اما نمی‌دانیم که چقدر رفتار خودمان در شکل دادن رفتار دیگران نقش دارد. اگر می‌دانستیم در بسیاری از مواقع تلاش‌هایمان را کم می‌کردیم و صبورانه به نیمه دیگرمان می‌نگریستیم تا ببینیم که آیا او برای بقای رابطه تلاش می‌کند یا خیر، آیا جای خالی ما را احساس می‌کند یا خیر، یا نشسته است و انتظار دارد که خودمان برگردیم و رابطه را ترمیم کنیم. آدم‌ها به ذات احتیاج به مرز و قانون دارند، اما باید حواسمان به مقدار مهرورزی هایمان هم باشد، زیرا تجربه نشان داده تلاش های زیادی روابط را از تعادل خارج می کنند و محبت زیاد رابطه را خفه می کند.